سلام دوستای عزیز، قرار است که لوبیا پخته کنم. بریم لوبیا پخته کنیم. اول باید لوبیا را خوب پاک بچینیم که تا که سنگ و چوب نداشته باشه. بعد از او پاک تمیز میشوریم و آب اضافه میکنیم و سر گاز میذاریم چون که جوش بخوره همو تلخی لوبیا از بین بره. بعد از او پیازها باید برابر و یکسان میده شود چون وقتی سرخ کردن یک برابر گلابی شود. و اینجا هم رومی را از تراشک میکشم. مرچ تلمه برای طعم لوبیا خیلی بامزه میسازه غذا را. و اینجا آب جوش کرده و قسمت ها مموز تلخی لوبیا را او طرف میکنیم و لوبیا را آب کش میکنیم. بعد از او روغنی که داغ شده پیازا را اضافه میکنیم. پیازا رو ببینیم یک برابر گلابی شده. قسمت همون بانجان رو میره اضافه میکنیم و لوبیا را و همچنان آب جوش اضافه میکنیم. اثر باید زیادتر باشه. اینجا دیگه بسته میکنم. بعد از او دیگه لوبیای ما پخته میشه. این هم لوبیای ما هست پخته شده.